هم میهنانم جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. این رژیم پس از دهه‌ها فساد و بیکفایتی و زورگویی در شکننده ترین و ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفته است. اما شکستن نهایی آن تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن است. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. هر نافرمانی شما، از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری، میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران.